فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون زهرا از تایبات پرسیدن که اگر خسته باشیم و فقط نماز فرض ظهر را بخوانیم و سنت را نخوانیم آیا گناهکاریم؟ نه، این کار گناهی نیست. از نظر اصولی سنت رو این گونه تعریف میکنند که ما یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه. سنت یعنی چیزی که کسی انجام بده ثوابش رو حاصل میکنه و اگر انجام ندهد در واقع گناهی رو مرتکب نشده. اما این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که نمازهای سنت یا نمازهای نفل در واقع مکمل نمازهای فرض هستند. در روز قیامت زمانی که همه میدونیم که اولین چیزی که انسان رو محاسبه میکنند از حقوق الله که حقوق الله متعال این نماز هست. اگر نماز انسان کامل باشد بقیه اعمال رو بر اون قیاس میکنند و صرف نظر میکنند از محاسبش. اما اگر نمازش ناقص باشد الله متعال میفرماد انظروا لعبدی، نگاه بکنید که این بنده من کارهای نفل دیگری دارد، نمازهای نفل دیگری دارد. اگر نماز نفل و سنتی رو خوانده باشد این در واقع جبران میکند اون نمازهای فرض. اون کسی که نمازهای سنت را نمیخواند مرتکب گناهی نشده، اما چنین فرصت عظیمی رو در واقع از دست داده.